اسلام هراسی حربه اصلی سالهای اخیر جهان غرب برای اسلام ستیزی مولود عملکرد زشت گروه‌های منحرف فکری است که خود را به دروغ با اسلام پیوند زدند، اما اندک تأمل در ماهیت این گروه‌ها اشتباه یا تعمد خیانتبار برخی از کشورهای اسلامی را نشان می‌دهد که در شکل دهی و تقویت چنین گروه‌هایی نقش داشتند. از اشتباهات فاحش غرب پیوند زدن نام مروجان خشونت و تروریسم با اسلام است، اشتباهی که نقش برخی کشورهای ثروتمند جهان اسلام در شکل دهی و حمایت از عملکرد غیرقابل دفاع این گروه‌های خونریز میتواند عامل اساسی شکل‌گیری آن باشد. اگر عملکرد ضد بشری چون مسلح کردن گروگانها در برابر دوربین و قتل عام کودکان و زنان در مناطق مختلف جهان با نام القاعده و طالبان پیوند می‌خورد، انجام چنین جنایاتی در لوای شعارهای دینی و با دنباله‌هایی چون نقش عربستان در شکل دهی این گروه‌ها اذهان ناآگاه را به جهتی سوق می‌دهد که در آن ضد اسلامی ترین اعمال به دینی پیوند می‌خورد که بیش از 14 قرن قبل و در بحبوحه جهالت و ظلمت جهان حتی احترام به حقوق جنین انسان را در ردیف آموزه‌های اساسیش قرار داده است. القاعده و طالبان فرزندان ایدئولوژی منحرف تکفیریت و سلفیت از آموزه‌های اساسی مدارس وهابیت‌اند و چون عربستان خاستگاه اساسی چنین مدارسی است، عملکرد طالبان و القاعده در بدنام کردن اسلام نقش منفی خاندان سعودی در شکل دهی و حمایت از این گروه‌ها را تداعی می‌کند. نقشی که در سخنان اسامه بن لادن سرکرده گروه القاعده به صراحت بدان اشاره شده است. سرکرده القاعده سالها قبل گفته بود سعودی‌ها برای مقابله با روس مرا نماینده خود در افغانستان کرده بودند. در آنجا پذیرای داوطلبانی بودم که از عربستان و دیگر کشورهای عربی می آمدند و زیر نظر افسران پاکستانی و آمریکایی آموزش می دیدند. آمریکا تأمین کننده تسلیحات و عربستان تأمین کننده نیاز مالی ما بود. اما خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان در مصاحبه سال 2002 با نشریه لوموند پا را از اظهارات بن لادن فراتر گذاشت و از نقش موازی کشور خود آمریکا و انگلیس در این زمینه خبر داد. خانم بوتو در این مصاحبه اندیشه شکل‌دهی طالبان را به انگلیس، مدیریتش را به آمریکا، هزینه‌اش را به عربستان و اجرایش را به پاکستان نسبت داده بود. در هر حال اگر گزارش سرویس‌های امنیتی مختلف بارها از دلارهای نفتی عربستان به عنوان عامل تقویت گروه‌های خونریز فعال در عراق یا مناطق دیگر یاد کردند، گزارش‌های متعدد دیگری اتباع عربستانی را استخوان‌بندی اساسی این گروه‌ها می‌دانند و از فتوای مفتیان سلفی و تکفیری به عنوان عامل اساسی گرایش وهابیون به چنین گروه‌هایی یاد می‌کنند. سفر اخیر حامد کرزی به ریاض که با هدف جلب رضایت پادشاه عربستان برای میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان انجام شد، سند دیگری است که نشان می‌دهد حتی سقوط طالبان از حاکمیت نیز نتوانست از نفوذ ریاض بر این گروه بکاهد، چنانچه این سقوط سطح دوستی طالبان با القاعده را کاهش نداده است. طیران، خبرنگار شبکه خبر.